مهمانیه. چرا خودت عادت می‌کنی؟ خیلی دوست داری شبیه من باشه، همه رو هم میگن تو قول منی. خانم از کجا شما به همجوری برسید؟ شما یه وقت فکر کن به کاراست، من مهمان ویژه‌ای دارم دنبالشون بیارم. من به استقبال جواب منو به داغشون. شما جوابتون میشه خودتون بدید. من با خودم صحبت آره من دوست دارم که دوقلو باشم. دوستان عزیز ایشون رو دنبال مهمونشون، ولی من انقدر مجری سر وقت و منظمی هستم، مهمان بنده اینجا آماده و حاضر هستم. خواهش میکنم با دستای قشنگتون همراهی کنید مهمون عزیزمون رو. بعد الان هیچ کم دست نمیزنم. بفرمایید خواهش میکنم. دست گلتون در خیلی خوش اومدید خانم. خیلی خوش تشریف آوردید. خیلی میدونم خوشحالی از اینکه در کنار من هست. بفرمایید. سلام علیکم. اگه دارید با بچه‌های ایران بفرمایید. سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که بین بچه‌های ایران هستم. سال نو خدمت همه تبریک عرض می‌کنم. خیلی ممنونم. خیلی خوش اومدین. سال نو رو ما هم خدمت شما تبریک میگیم. امیدواریم که سال خیلی خوب داشته باشین. من خواهش می‌کنم شما خودتون معرفی کنید برای عزیزان ما. من نیلوفر علیزاده هستم. خانم علیزاده. میگم بعد دانشگاه چی خوندید؟ گرافیک. چند سالته؟ من 20 سالشونه. خانم کریمی مهمونشون منتظرم. برید ببینید مهمون ایشون چه عزیزی هستن. خیلی خوش اومدید. خانم کریمی آماده ای؟ بله، این هم از مهمان ویژه بنده که قراره با شما سلام علیک کنه. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده‌های عزیزتون. خوشحالم که بین بچه‌های ایران هستم و اینکه سال نو رو به تک تکتون تبریک عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به برنامه‌مون. اگر میشه اسم و فامیلتو بگو و اینکه متولد چه سالی هستی. نگار علیزاده هستم، متولد سال 1372. 1372. و دانشجویی؟ بله. چه رشته‌ای؟ گرافیک. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه فرهنگ و هنر تهران انقلاب. یه دقیقه وایسا. خانم ایرانی‌ها صدای منو دارن الان و اگر صدای منو داری خانم ایرانی من خانم صدای شما خیلی ضعیف دارم ولی الان من یه سوال دارم. الان مهمون من که ایشونن. بعد مهمون شما هم که الان من میخوام ببینم که دارم درست میبینم یا دارم درست نمیبینم. الان ایشون یه دونن واسه نمونه یه دونم شما اونجا بدین الان. یعنی الان من یه اینجاست یا من همچنین جواب میشه بدین لطفا. الان چه خبره؟ وضعیت چجوریه؟ من که نشیدم خانم ایرانیان چی گفتن. امیدوارم حرفای من تکراری نباشه ولی من قرار یک مهمون ویژه داشته باشم ولی خیلی شبیه اینه که شما اینجایی چه رفتی داری به اون که اون شما اگر اینجایی اون کی که اونجاست و چرا اون که اونجا تو شبیه شماست. این خانم ایرانیان اهل کپی کردنه. خانم ایران میرم یه مهمون میارم میره کل ایران میگرده که شبیه اون مهمونی که من آوردم میاره. خانم ایرانیان نکن از این کارا. بابا من چی آخه یه دونه کل ایران رو میگرده. خانم من دوستان عزیز رفتم با تهیه کننده برنامه هماهنگ کردم که من امروز برنامه یه مهمون میخوام بیارم تو برنامه‌مون که خیلی هنرمند هستن تحصیل کرده هستن عزیز ما هستن.